مستری لالای سلام علیک جوری بخیری آقای هنردوست جوری بخیری زنده باش علای ما دل مستکی هم پیاری موتور خود جور کنم جورم شاید نه همو که کیلومتر نشان میدید چقدر جور نمیشه آقای هنردوست یک سفر خیلی دور راییم امور تو سعی که هزینه امزو چند میشه خوب باشل مستری کسته مصروفه مال سبیخش ماییم دوستای عزیز گرامی ما دیگه سفر خود شروع کنیم اگرچه ما باید 2 ماه پیش ما رفتم اول بارندگیانش ما فعلا بازار سنگ ماشاییم اول بارندگیانش باز بعد از او یک مقدار گشت و گذر سمت چی داشتم ما فعلا با اینی تجهیزات راییم تا سرتاسر افغانستان اینی تجهیزات و چرا ما این بایک رو انتخاب کردم به خاطر از اینکه یک بایک کل پشتی داشتم قد از او اگه چیز از زیر بایک در کارم میشد دیگه بور نمیتونستم رو مجبور شدم که نمیر بگیرم دیگه خوبه این راحت